از کار او یک کس خفه نشوه، یک کس در یک عذاب گرفتار نشوه. من همونت میگیرم در تای اپیرات سبدی کو در تای اپیرات سبدی هم بیچاره بوده توبه تو ما گرفتگی نباشی در این موقع یک سال دا 5000 هم میداد در یک سال همون سومه تیار میکرد. آتش نمیدونه آتش نمیدونه که همین پیدا میشوه. این مرا نامری منه 3 نامری منه 4 سپیسکه کرده. برادر عزیز بخشش یک برادرایی که از بیماری گیمری یعنی که برادر و خواهر و شخصانی که باشن پیشونیشون درد میکنه سرشون درد میکنه یعنی که برادرها اکثریت میدونن که پیشونی زرداب میگیره از همین سببا میشه. میتونن که برادر در سمیل مراجعت کنن ان شاءالله کارتونا بود میکنه. برادر خود در تاجیکستان باشین خود در مسکو باشین ان شاءالله کارتونا بود میکنه. شفا دهنده این پروردگار است برادرها یعنی که این برادرها سبب میشوند و برادرایی که میخواین پدر مادر حج روی کنیم برادر جون مرحمت نمره دا زنگ میزنین. یکی از برادرایی که به نام زمزم عمره شما میدونین برادرای عزیز بهترین برادر است الحمدلله. به پرو به سمنیواتسا میتونین که روی کنیم برادرها. یگون گپ چپ نمیشوه انشالله. یگون گپ چپ کی شید ما در همه جا جوابگر سلامت باشین. السلام علیکم برادر عزیز. برادر عزیز خیلی سوزاکین خوباکین خداوند سوز باشین تین باشین برادر و خواهر یعنی که برادر جون ما نسکول که همین مسئله ها را میزنم میبرم که تو به اشیب کنه کنم کی میگه که ما خطا نمیکنم. انسان خطا میکنم. یعنی که برادر عزیز همین خواهر این همین خواهر انا این برادر رو رقیب گپ میزنه خشرو به حضور همین چند قدر مبلغ همین را گرفته است از بانک غیب زده است گم شده یعنی که سمو همین را نگرده چند قدر دویده متاسفانه از بانک برآمده. گلاساویش همش هست در تلگرام همین پارتو همه چیزاشه میتونین که بدرین ببینینش برادرها. نگاه کنین دا خواهر عزیز از من خفه نشه به خاطری که من عکس خط برآوردم ایشون رو دیدم من از پیش خودت گذاشتم زنگ زدم تا تلفن مرا نورداشتی تا تلفن مرا کشتی واتساپ تا اودالیت کردی. در این حالت باید ما چیکار کنم؟ در این حالت باید ما ببرم گپ زنم که تو داوجا گفته است که مرا وریم که تو وریم تا همش گرفتی. با همه خاطر انسان باید زن باید دروغگو نباشه زن باید مشنس نباشه میفهمین. زن کیرا میگن زن یک گل شکوفون باید باشه. زن باید کاری کنه که از دستی و از سخنی و از کاری او یک کس خفه نشوه یک کس در یک عذاب گرفتار نشوه. من نمیدونم این برادر قطعی چی نشینی داشتن چی نداشتن مقصد مبلغای را بر بگردان از خدا بترس از خدا شرم کن چخیل وجدانت میگیره. در تای اپیرات سبدی کو در تای اپیرات سبدی هم بیچاره بوده توبه کرد چیکار کرده من نمیدونم. برادرای جا یک کار کم ترم خیلی کشه رفته گیای کراچی کیدتش کرده بگیم ات کریت گپ ده کراچی کیدت که این تغای بیچاره من نگه که یک بیچاره دیگه نمیدونه کجا را بخپد در کار نیست. این کارا قد دولگا نمیره خواهری اپای کسی هستی نیست این کارا قد دولگا نمیره. من نمیدونم خود را تکلیفت کرد که بیا بگیرم خود من نمیدونم یکم بین شما یکم گپی دیگه بود من چیزا نمیخواستم ببرم نیکی پروستا همین برادر بسیار زنگم زد حتی گفت که تا گفت حق نمیگفت بود دسته بسیار گپا منی حتی گفتم کوشش میکنیم که کار تبود کنیم. و همون خاطر از خدا شرم کن در کار نیست همی کارا. یک کس فند فریب کردن چی در کار یک کس خوبیت کرد نبرات خوبیش که اگر در می طول همین قدر که تو سومی را برمیگردوندی میدادی 5000 10000 ولی سومی را هم بود کرده بودی با فکرم. نو زشم زن مردم باید خیلی نباشه از مثل شما واری زنها بعد نام دیگر زنها میشوه. بعد من شخصا قبول ندارم این چیزا که دیگر زنها را بگن. کسی که هستن باید همو را بگن یکی شما باید کوشش کنین که دیگر زنها را پس نزنین. البته که هم خیلی یک کس میگلت دانش میگه که ما دیگه هیچ کس را باوری ندارم. نه باید خیلی نباشه نکنین از خدا بترسین از خدا شرم کنین. این کار در زن توغری نمیگیره. برادر عزیز خدا حافظ برادر خوب گوش کنین من باور کنین نمیدونم خیر
خدا کند که سموشا بار بگردونه که بر نگردون دیدارو در قیامت تاگه که ایو نواری ما را ببینو سون تا برگردون برکی نگردون دیدارو در قیامت که همونجا بد میگیریش خدا نگهدار. اویلانگری سلام علیکم رحمت الله و برکات. دینه همون چیکور پارت افتم کو همون بدبخت ایرودا اینا از اینجا گوش کنی چی میگن اینا شده او چه بیچاره ما ای توجیکستان ما دا پروی کرده که قرضی همون را بکنه کارتا تا پارتو گفتم تو گپا نمیفهمی کارتا تا پارتو گفتم هر مفل تا پارتو فتنگیر می نمیفهمی گپا ای اوق میکنه مرا او چند فهمیدسی که تو چکر کدسی اوچات که ترا اوق کنه تو سوما گرفتگی نباشی دا این موبانی 1 سال دا 5000 میداد دا 1 سال همون سوما تیار میکرد نیکی نداد اوچش نمیدونه اوتش نمیدونه من برای همه ابرشت سکردم بابای لنگری برای شما قطعی شما گفتم که در سایت ببرم که همین پیدا میشوه این مرا نمره مرا 3 نمره مرا 4 سپیسکه کرده اگر یک قرضدار نمیشید همین خیلی گپ نمیزد این من چک دارم با هسته چکی همین سبیربانک پیریود کردگیم این گفتگی که من بچم دا آیفون خریدم گفتگی برای گرانیسه گذاشتن سون گرفت برای رجیستراسیون برای پاتنت کردن نیکی یگان پاسپورت نداشت دروغ گفتگی ماشینیکای ای با من دا گفت که من مونانی تبوران که چند تا یوش بچه دا کونی من 100 هزار خرجات کیسه برا چی کار میکنی کدام بگی چیزی ای دستید میویا من گفتم ما مسلمان هستیم مردمی توجیکیم همین را گفتم با خوبی با خرسندی حل کنیم چوا همین اوچاش که میدونسته باشه قرض داد یکم بار پیشم دو اومد آیا دگونش 20000 گرفته خونش روی کرد شاید در دورین خونه سر کلاش کنده ایسه من گفتم چوا آیا دگونه هم گفت سوم گرفتم سوما پرسه ایسه اوجا گریخ اومد زنگ زد ای بیوا گفت سوما بگردون گفت من رفتم شاو ساعت 8 بیگا بود آیا روز خونش 20000 گرفتم دادمش 20000 گرفتم دادمش بعد 3 روز 4 روز گذشت اوجا کورش پارتوف اومد 30000 داشت با بالاش 25000 خوش کرده 55000 که در خواهرش روی کردم این بسیار مردم بچه ها را فریب می‌نم در کارتای خودش سوما می‌نم میپرتویا منم خیترگی کردم و بعد خانه خواهرش زنگ زدم خواهرش گفت که ها سوما گرفتگیم من گفتم کجا میشی نمیگه نمبر پدر مادر تا بده من حقیقت فهمم گفتم ماده خیلی اپا نیسته گفت ماده در کار نیسته گفت با مرا میگه که زپیسکه بنویس که من ایراده قرضدار نیستم یگم چی نیستم من میام در نیکود میدرم ماده در کار نیسته در نیکم بدروی در دیگه هم بدروی سوما واسه نوید که این کارتا را میمونم تمام